ماه شعبان است، ماه توسل و دعا و توجه است. مقدمه ماه مبارک رمضان است، ماهی است که در دعاهای مأثور این ماه راههای سعادت برای ما روشن شده است. الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک. این آرزوهای والای اولیای خداست که در قالب الفاظ به ما یاد دادن تا ذهن ما رو هدایت کنند به اونچه باید خواست، به راهی که باید پیمود، به نوع ارتباطی که با خدا باید داشت. این فرصت رو عزیزان من، جوانان من، قدر بدانید، از ماه شعبان استفاده کنید.